تا حالا شنیدی کسی بخواد آب دریا رو بریزه تو دل یه آتشفشان؟ همین ایده عجیب قبلاً هم تو آمریکا امتحان شد هم تو ایتالیا و هر دوبار نتیجهش فاجعه بود. اما یه روز کشور کوچیکی به اسم ایسلند تصمیم گرفت میلیون‌ها دلار خرج کنه تا برای اولین بار در تاریخ آب دریا رو مستقیم بریزه روی آتشفشان فعال. در مجموع حدود 7 میلیارد لیتر آب دریا روی گدازه ها ریختن به اندازه پر کردن 10,000 استخر المپیکی. به مدت 160 روز صدها نفر در مقابل دمایی ایستادن که از 1100 درجه سانتیگراد هم بیشتر بود. اما چی باعث شد تا اینقدر مصمم بشن جلوی اون آتش عظیم رو بگیرن؟ در نبرد بین دریا و آتشفشان برنده واقعی کی بود؟ حالا بریم ببینیم اصلاً چی شد که ایسلند دست به همچین دیوونگی زد. اینجا ایسلنده. همین که اسمش میاد آدم یاد سرما و یخ و برف میفته. کشوری درست کنار دایره قطبی که تقریباً تمام سال بادهای سرد میوزن. سطح زمینش پر از لایه‌های ضخیم یخه، اما زیر این چهره یخ زده دنیایی از آتش پنهونه. دریاهایی از سنگ مذاب که در حال جوشیدنه. باورت میشه توی همین کشور کوچیک بیش از 130 تا آتشفشان وجود داره؟ بله، بزرگ و کوچیک، فعال و خاموش و از بینشون بیش از 30 تا هنوزم زنده‌ان. یعنی اگه آمریکایی‌ها از گردباد میترسن و ژاپنی‌ها از زلزله، کابوس واقعی مردم ایسلند همین آتشفشان‌های غول‌پیکریه که درست توی حیاط خونه‌شون خوابیدن. ماجرای امروز ما از یه جزیره کوچیک شروع میشه. جزیره‌ای به اسم هیمی، فقط چند کیلومتر اون طرفتر از ساحل جنوبی ایسلند. یه تیکه زمین آروم و صیادنشین وسط اقیانوس سرد شمال، همونجا که یه آتشفشان خاموش به اسم الدفل سالها بی حرکت خوابیده بود. میگفتن این کوه مرده است و 6000 ساله که تکون نخورده. اما تو دنیای آتشفشان‌ها خواب یعنی استراحت قبل از بیداری، نه امنیت کامل. و درست یه شب سرد زمستونی اون خواب طولانی تموم شد. زمستون سال 1973، 21 ژانویه. همه چی از چند تا لرزش کوچیک شروع شد. پنجره‌ها صدا دادن، دیوارا لرزیدن، ولی کسی محل نذاشت چون زلزله تو ایسلند چیز تازه‌ای نیست. اما هیچ کس نمیدونست اون لرزش‌های ریز پیش درآمد یه جهنم واقعیه. 2 روز بعد یعنی 23 ژانویه ساعت نزدیک 2 نصف شب بود که ناگهان زمین ترکید. یه انفجار گوشخراش شب ساکت جزیره رو تیکه تیکه کرد. شکاف درست کنار خونه‌های مردم باز شد، فقط چند صد متر فاصله. زبونه‌های آتش مثل فواره از زمین میزد بیرون، 1 2 تا 10 تا رسید به 40 فواره عظیم از گدازه. آسمون شب مثل شعله کوره فولاد سرخ شد. فقط 2 روز طول کشید تا یک کوه مخروطی به ارتفاع بیش از 100 متر از خاکستر ساخته بشه. سیل خروشان مواد مذاب زمین‌ها رو یکی یکی بلعید و بعد از اون با سرعتی سرسام‌آور شروع به بلعیدن شهر کرد. اما وسط اون جهنم 2 تا معجزه اتفاق افتاد. باد از غرب وزید و دودهای سمی رو از شهر دور کرد و درست قبل از فوران طوفان باعث شده بود همه قایقای ماهیگیری توی بندر پناه گرفته باشن و آماده بودن برای تخلیه مردم. انگار طبیعت خودش میخواست مردم رو نجات بده. در کمتر از 6 ساعت 5000 نفر از مردم جزیره سوار قایقا شدن و به سمت دریا رفتن. جزیره خالی شد و فقط چند صد نفر داوطلب موندن که تا آخرین لحظه بجنگن. در پایان فقط 1 نفر جونشو از دست داد که در برابر اون انفجار جهنمی یعنی یه معجزه واقعی. اما جزیره هیمی دیگه راه فرار نداشت. همه خشم آتشفشان مستقیم ریخته بود روی اون. خونه ها نزدیک شکاف توی چند دقیقه دود شدن و رفتن هوا. خاکستر مثل برف سیاه روی شهر میبارید و تو بعضی جاها تا 5 متر زمین رو پوشوند. بیش از 400 تا خونه نابود شدن و خیلیای دیگه زیر تپه‌های خاکستر دفن شدن. ولی این تازه فقط شروع ماجرا بود. از دل دهانه سنگ‌های گداخته‌ای بیرون می‌پریدن به اسم بمب‌های آتشفشانی.
سنگ‌های سرخ و درخشان که مثل آتیشبازی از دهانه بیرون میپرن و بعد با قدرتی میافتن که میتونه یه خونه رو کامل بسوزونه. جریان گدازه اونقدر ضخیم و سنگین بود که حتی مخزن‌های بتونی کارخونه‌های ماهی رو له کرد. یه کارخونه ماهی کامل بلعیده شد. 2 تای دیگه سوختن و نیروگاه برق هم از بین رفت. جزیره توی چند ساعت توی تاریکی مطلق فرو رفت. زیر دریا کابلای برق و لوله‌های آب قطع شدن و جزیره تقریباً کاملاً فلج شد. هیچ نشونی از زندگی نمونده بود جز چند تا مرد خسته که وسط خاکستر هنوز ایستاده بودن. وقتی آخرین قایقا رفتن، جزیره توی سکوتی سنگین فرو رفت. اما اون سکوت پایان نبود. سکوت قبل از نبرد بود. فقط حدود 250 نفر موندن. نه سرباز بودن نه مهندس. یه مشت ماهیگیر، کارگر و نجار که تصمیم گرفتن خودشون جلوی هیولای آتش رو بگیرن. اولش با بیل و کلنگ افتادن به جون خاکسترا. پشت بوما رو پاک می‌کردن، پنجره ها رو تخته می‌کردن و وسایل مردم رو از مسیر گدازه دور می‌بردن. ولی خیلی زود فهمیدن ماجرا خیلی جدی‌تر از این حرفاست. خاکستر فقط ظاهر ماجرا بود. خطر اصلی داشت از دل زمین می‌اومد. گدازه هایی که مستقیم به سمت بندر می‌رفتن. بندر یعنی قلب جزیره. همون جایی که صدها قایق لنگر گرفته بودن. جایی که نون بیشتر ایسلندی‌ها ازش در می‌اومد. 3% کل اقتصاد کشور بسته به همون نقطه کوچیک روی نقشه است. اگه بندر از بین میرفت، کل جزیره بیفایده میشد. یعنی حتی اگه آتش فشان خاموش هم میشد، صنعت ماهیگیری کشور فلج میشد و مردم دیگه هیچ دلیلی واسه برگشت به خونه هاشون نداشتن. و حالا باید تصمیم میگرفتن. بشینن و تماشا کنن که آتیش چجوری همه چیزو میبله یا یه دیوونگی واقعی کنن. انتخاب ایسلندی ها دیوونگی بود چون راهی جز این نداشتن. اون روز یه ایده عجیب به سر مردم زد. آب دریا رو بریزن روی مواد مذاب آتش فشان. ایده‌ای که قبلا توی هاوایی و ایتالیا امتحان شده بود ولی خب هیچ فایده‌ای نداشت. ولی این بار فرق می‌کرد. اینجا حرف از چند سطل آب نبود. حرف از میلیاردها لیتر آب دریا بود. ایسلند می‌خواست کاری کنه که هیچ کس تا حالا نکرده بود. اونم در مقیاسی عظیم. اونو سریع نقشه طراحی کردن. به کمک پمپ‌های غول‌پیکر آب رو از دریا می‌کشیدن و از طریق لوله‌های فولادی مستقیم روی لبه گدازه‌ها می‌پاشیدن. یه نبرد تمام عیار بین 2 عنصر طبیعت، آب و آتش. و معجزه از همون لحظه شروع شد. وقتی آب سرد دریا به گدازه‌های 1000 درجه‌ای می‌خورد، حرارت رو فوراً جذب می‌کرد. بخار غلیظی بلند می‌شد، زمین می‌لرزید و صدای جوشش مثل غرش اژدها می‌پیچید. همین واکنش باعث می‌شد سطح گدازه سفت و تبدیل بشه به سنگ سیاه و براق. سنگی که درونش هنوز می‌جوشید، ولی فشار باعث می‌شد حرکتش کند بشه، پف کنه و متوقف بشه. و همینطور که پمپ‌ها شبانه روز کار می‌کردن، کم کم توی دل گدازه‌ها دیواره‌های سنگی خنک به وجود اومد. دانشمندا اسم این پدیده رو گذاشتن سدهای درونی آتش. سدهایی که نه از بتون که از دل خود گدازه ساخته شده بودند، با دمای جهنمی اما به کمک آب سرد دریا. آب داشت آتیش رو شکست میداد، اما خیلی زود فهمیدن دارن با یه هیولای واقعی میجنگن. توده آتش اونقدر عظیم بود که معلوم شد این مقدار آب کافی نیست. و درست وقتی ناامیدی داشت سایه مینداخت، یه قهرمان از دل دریا ظاهر شد. کشتی سندی. یه لایروب غول‌پیکر که اومده بود مثل آبشار از وسط دریا آب بپاشه روی آتیش. سندی تونست بخشی از بندر رو نجات بده، اما آتیش هنوز ولکن نبود. اینجا بود که نوبت به قهرمان‌های زمینی رسید. بولدوزرها، ماشینایی که وسط اون مه داغ و زمین لرزون تا لبه آتیش جلو رفتن. خاکسترهای داغ رو کنار زدن، مسیرهای تازه ساختن و با خاک و سنگ سدهایی ساختن تا آب پاشیده شده جمع بشه و بهتر خنک کنه. با این سدهای سرد و خاکی حالا آب دقیق تر به دل گدازه ها می رسید. اما هرچی جلو می رفتن، گدازه ها هم مثل هیوله های خشمگین جلوتر می اومدن. تا آخر ماه مارس حدود 1/5 جزیره زیر گدازه دفن شد. آتیش داشت جزیره رو میلیمتری می بلعید. اما هنوز یه امید وجود داشت.
از اون طرف اقیانوس. کشتی‌های آمریکایی از راه رسیدن با 32 تا پمپ غول‌پیکر. هر کدومشون اونقدر قدرتمند بودن که میتونستن یه استخر المپیکی رو تو چند دقیقه خالی کنن. وقتی اون غول‌های فلزی روشن شدن، صدای غرش پمپ‌ها با فریاد آتش قاطی شد و بعد از روزها تلاش بالاخره معجزه تکرار شد. برای اولین بار جریان گدازه از حرکت افتاد، اما هنوز تموم نشده بود، چون دانشمندا گفتن این توقف موقتیه. پس وقت یه دیوونگی جدید بود. دانشمندا گفتن اگه بخوایم بندر رو نجات بدیم، باید لوله ها رو از روی خود گدازه رد کنیم. آره، همون گدازه جوشان با دمای 2000 درجه. اما چجوری؟ چرا؟ چون دیگه از این فاصله آب به جایی نمی رسید. آب باید می رسید به قلب آتیش، نه فقط لبه هاش. همه نگاه ها دوباره رفت سمت بلدوزرها. دانشمندا می گفتن خاکستر ضخیم روی سطح مثل یه سپر عمل میکنه و اجازه میدن از روش رد بشن. نفس توی سینه همه حبس شده بود. اما همیشه قهرمانای داستان اوناین که تا آخر خط میمونن، حتی اگه اون خط رودخونه آتش باشه. و اینجوری برای اولین بار در تاریخ بشر آدم‌ها روی رودخونه ای از آتش رانندگی کردند. 15 روز تموم پمپ‌ها بی‌وقفه کار می‌کردن. اونا میلیون‌ها لیتر آب دریا روی گدازه ها ریختن تا جلوی پیشروی آتش گرفته بشه. آب در برابر آتش و این بار آتش عقب نشست. جریان گدازه درست جلوی بندر وایستاد، اما فقط واسه یه مدت کوتاه، چون جنگ هنوز تموم نشده بود. آتش فشان هنوز نفس میکشید و پمپ‌ها و بلدوزرها هفته‌ها جنگیدن تا بالاخره خود کوه بعد از 6 ماه خسته شد و از نفس افتاد و بالاخره 10 جولای 1973 آخرین پمپ خاموش شد و بعد از 6 ماه خشم آتش تسلیم انسان شد. اما یه سوال بزرگ هنوز پابرجا بود. چرا این عملیات توی هیمی موفق شد ولی جاهای دیگه مثل هاوایی یا کوه اتنا شکست خوردن؟ راز موفقیتشون چی بود؟ بیاین با هم بررسی کنیم. دلیل اول، فاصله. شکاف الدفل فقط حدود 9 کیلومتر با شهر و بندر فاصله داشت. همین باعث شد تیمای نجات بتونن زود برسن و تجهیزات سنگین رو سریع وارد صحنه کنن. دوم، سرعت گدازه ها. برخلاف فورانهای سریع هاوایی، گدازه های الدفل آهسته تر حرکت می کردن و همین کندی به مردم زمان داد تا نقشه بکشن، پمپ‌ها رو نصب کنن و آزمایش کنن. دلیل سوم، دریا. آب دریا درست کنار جزیره بود، بی نهایت و رایگان. لازم نبود از جای دیگه آب بیارن یا نگران تموم شدنش باشن. دلیل چهارم، مسیر و لوجستیک. ایسلند با اینکه کشور کوچیکیه، اما شبکه جاده و مسیر دریایی فوق‌العاده‌ای داره. همین باعث شد بلدوزرها، کشتی‌ها و اون 32 تا پمپ آمریکایی به موقع برسن. خلاصه اینکه گدازه‌ها درست قبل از بندر متوقف شدن و جزیره نجات پیدا کرد. هزینه کل عملیات حدود 8 میلیون دلار شد، اما اگه کاری نمی‌کردن کل جزیره از بین میرفت. یعنی در واقع با اون 8 میلیون دلار یک کشور نجات پیدا کرد. وقتی آخرین پمپ خاموش شد، همه فکر کردن جزیره تموم شده، اما هیمی تسلیم نشد. از دل اون زمین سیاه و سوخته زندگی دوباره سر بلند کرد. عکسایی از اون نبرد از پمپایی که آب دریا رو روی آتش میپاشیدن صفحه اول مجله ها و روزنامه های دنیا رو پر کرد. نشنال جئوگرافیک تیتر زد: جزیره‌ای که با آتش جنگید و پیروز شد. و این تازه شروع بود. مردم برگشتن و خونه هاشون رو از نو ساختن و حتی از گدازه های سرد شده برای گسترش جزیره استفاده کردند. خیابونای جدید روی زمین سیاه و براق ساخته شد و کم کم گردشگرها از همه جای دنیا اومدن. همه میخواستن جایی که انسان با دریا آتش رو شکست داده بود ببینن. الان هیمی فقط یه بندر ماهیگیری نیست، یه موزه زنده است. زمینی که هنوز سیاهه اما روش زندگی جریان داره. روی گدازه ها رد سفید نمک مونده، یادگار اون روزایی که دریا با آتش روبرو شد. از دل خاکستر جزیره قوی‌تر و زیباتر از قبل بیرون اومد و شاید معجزه واقعی همین بود. نه فقط خاموش کردن آتش، بلکه ثابت کردن این که وقتی دنیا میگه غیر ممکن، انسان هنوز میتونه راهی برای پیروزی پیدا کنه. شما فکر میکنین شجاعت واقعی یعنی فرار از خطر یا ایستادن روبروی اون؟
مثل مردم هیمی. نظرتون رو توی کامنت ها بنویسین. مرسی که تا آخر این ویدیو کنار ما بودین. اگه براتون جالب بود حتما و لطفاً لایکش کنین و برای دوستاتونم بفرستین تا اونا هم ببینن. مراقب خودتون باشین تا کنکاش بعدی. فعلا خدا نگهدار.